سلام دوستان، خیلی خوش اومدیم به ویدیوی حمایت مقاومت استاتیک، همون عرضه و تقاضا. ویدیوی سومی است که داریم ضبط میکنیم که حتما باید ویدیوی قبلی رو دیده باشین تا مفهوم کارمون رو بتونین به راحتی درک کنین و براتون راحت تر بشه پروسه پیشرفتتون. خب تو این جلسه قراره که حمایت مقاومت های استاتیک رو براتون آموزش بدیم و اینکه یه گریزی هم به دو تا جلسه قبلی میزنیم. البته که وقتی که اگر هنوز ندیدین برین حتما اول ببینین بعد بیاین سراغ ویدیوهای جدیدتر. گفتیم تریدینگ ویو رو داریم که اینجا با سرچ میتونم سیمبولا و ارزایی که میخوام سرچ کنم: بیت کوین، استر، سولانا، طلا جهانی، بیت کوین بر پایه دلار و بیت کوین بر پایه تتر. خب من همین اولی رو باز میکنم و صرافیش هم همونطور که می‌بینید بایننسه، مثلا مکسیه، ولی خب چون بایننس یکی از بزرگترین و بهترین صرافی‌های دنیاست، ما از بایننس استفاده میکنیم که دیتاهای بهتری به ما بده. خب اینم از این. خدمت شما عرض کنم چارت رو باز کردیم. اجازه بدید من فقط رنگش رو، چون قرمز و سبز یه ذره بر اساس روانشناسی شما این رنگا رو بهتر که استفاده نکنید. و رنگی که من خودم چارتمو میذارم، البته باید تمرین کنین، حرفه‌ای تر شین تا بتونید با اینا کار کنید. خب کندلای سفید، کندلای سعودی و کندلای مشکی کندلای نزولیه. اومدیم که خب یه گریزی به گذشته ارزمو انتخاب کردم، بیت کوین اومد بالا. گفتم که تایم فریم ها بر چه اساسی هستن و چه تفاوتی دارن. الان تایم فریم 1 ساعته. شما باید بدونید که اگر جلسه قبلی دیده باشین باید بدونید هر کندل 1 ساعت طول کشیده تا اوپن و کلوز بده. یعنی یک کندل کامل وقتی پروسش طی میشه، باز میشه، هایش رو میبینه، لوش رو میبینه، پایینترین و بالاترین جا رو میبینه، کلوز میده و کندل 1 ساعته بسته میشه. اگر من بیام توی 4 ساعته نگاه کنم، این کندل های این 4 تا کندل 1 ساعته تبدیل میشه به یک کندل. چرا؟ چون تایم فریم من 4 ساعت است. اوکی. خب راجع به کندل های دوجی، ریورسال، چکش، شهابسنج، شوتینگ استار، اینا همه رو صحبت کردیم که شکلاشون گفتیم به چه شکله که این شوتینگ استار میتونه باشه. گفتیم ما انتهای روند از کندل ها استفاده میکنیم. کندل مثلا چکش، کندل دوجی تقریبا، و اینکه کندل اینگالف. اینا رو جلسات قبل توضیح دادیم، فقط گفتم یه گریز بزنیم. امروز میخوایم حمایت و مقاومت های استاتیک رو براتون توضیح بدیم. حمایت مقاومت های استاتیک چی هستن بچه‌ها؟ همون عرضه و تقاضا هستن، ساپورت ها و رزیستنت ها. زمانی که یک قیمت به یک حمایت مقاومت میرسه، یعنی به یه سطح عرضه یا یه سطح تقاضا میرسه، مثل بچه ها اینجا ببینید، اینجا الان شما میتونید به من بگین که این سطح تقاضا هستش یا سطح عرضه است. خب طبیعتا این سطح تقاضاه، چون که عرضه اتفاق افتاده، رسیده پایین و حالا اینجا قیمت تقاضا پیدا کرده و حمایت شده قیمت به سمت بالا. اینو ما بهش میگیم حمایت. اوکی.
اوکی. مقاومت هم به همین صورته. شما زمانی که به یک سطح مقاومتی میرسین قیمت ریورس میکنه و برمیگرده. اون سطح مقاومت میشه، اونجا فروش اتفاق میفته، فشار فروش زیاد میشه و قیمت برمیگرده. دوباره زمانی که به یک محدوده حمایتی میرسیم، به یک محدوده تقاضا میرسیم، تقاضا زیاد میشه براش. یعنی اون قیمتی بوده که حالا اگر کف قیمت بوده، اگر ارزون بوده برای خرید، مردم میخرن، بانک ها میخرن برای اینکه قیمت رو بالا ببرن. به این میگن محدوده حمایتی. خب PRZ هم بهش میگن بچه ها. PRZ رزیستنس میگن، حمایت میگن، تقاضا میگن، PRZ هم میگن. اگر با اینا آشنا باشیم بد نیست، ولی شما فقط مفهوم کار به دردتون میخوره. بریم جلوتر بچه ها. PRZ ها پتانسیل ریورسال قیمت رو دارن. یعنی اگر ما به یه سطح حمایت یا مقاومت میرسیم، میتونیم اینو در نظر داشته باشیم که قیمت ممکنه از اونجا ریورس کنه، بخواد برگرده. ممکنه هم از بر نگرده، چون بازار مالی 70% احتمالاته و هیچ دقیقاً و هیچ بایدی توش نیستش. خب بچه ها، PRZ رو ما چجوری رسم میکنیم یا ساپورت رزیستنس رو چجوری رسم میکنیم؟ ببینین، ما از نوک شادو، شما دیگه بلدین که ویدیو رو دیدین، از نوک شادو که اینجا باشه، من با این ریتریانگل من اینجا فیوریت کردم. شما میتونین از این قسمت 2 4 6 بیاین فلش بغلش رو بزنین. این رو حالت عادی روی براش هستش، میزنین روی ریستنگل و بچه ها کنترل رو روی کیبوردتون که نگه دارین، بالای هر کندلی بگیرین کنترل نگهداری، میبینین مگنت میکنه. اینا اینجا روشن میشه، مگنت میکنه روی شادو. اوکی، پس من مگنت رو وقتی کرد میتونم همینجا کلیک کنم، نوک شادو رو بر من کلیک میکنه. حالا وقتی میام پایین تر، وقتی به اوپن کندل نزدیک میشم یا به کلوز کندل نزدیک میشم، این مگنت میکنه روی کلوزش. پس من همینجا میتونم کلیک کنم، دستم رو کنترل برمیدارم و محدوده مقاومتیمو میکشم. اینجا میشه چی؟ اینجا میشه رزیستنس من. اوکی، خب میشه رزیستنس من. که گفتیم از نوک شادو تا نوک بادی این میاد. حالا میخوام یه ساپورت بکشم، یه ساپورتی که توی تصویر شما میبینین. چی میبینین اینجا یه ساپورت میبینم که قیمت اومده برگشته. اگر بخوام محدودش رو بکشم، از نوک شادو ببینین مگنت میکنم تا نوک بادی و محدودمو میکشم. این میشه ساپورت. خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ اینجا میگن که قیمت زیر محدوده شادو کرده، به اصطلاح فیک بریک زده. اوکی، زمانی که قیمت به یک محدوده میرسه، یعنی ما اینجا یه ساپورتی داریم، قیمت رفته بالا، زمانی که بهش میرسه 2 تا حالت داره دیگه. یا اینجا چه اتفاقی میفته؟ اینو باید شما بدونید. خب این اگر از اینجا داره میاد پایین، رسیده به ساپورت، اوکی، رفته بالا،
حالا داره میاد پایین، درسته؟ وقتی میرسه به یک محدوده حمایتی من، یا از اینجا من انتظار دارم ریورس کنه بره بالا، اوکی، یا انتظار دارم که زمانی که این میاد پایین و میرسه به این محدوده بیاد زیر این پول بک بزنه. پول بک رو بهتون توضیح میدم و بریزه. این از این دوتا حالت که خارج نیست که. اما یه موقع ها قیمت یه حرکتی میکنه که معامله‌گرا رو به اشتباه میندازه، معامله‌گرای تازه کار رو به اشتباه میندازه. اینجا یه فیک بریک میزنه. یعنی چی؟ یعنی شکست فیک انجام میده. اگر این قیمت بیاد زیر این محدوده، مثل این فلش که کشیدم، زیر این قیمت تثبیت بده خودشو، یعنی حالا راجع به اینا صحبت میکنیم، به این میگن شکسته. این محدوده رو قیمت شکسته، بریک کرده. حالا زمانی که شادو میزنه و بر میگرده بالا، به این بچه ها دیگه میگن فیک بریک. اوکی، به این میگن فیک بریک. یعنی اینکه آقا این گول زده، همه فکر میکنن بریک کرده، اومده زیر محدوده، حالا معامله های فروش بگیریم چون قیمت قراره بیاد پایین تر، ارزون تر شه از این چیزی که هست، اما میره بالا و به دام میندازه. این حالا استراتژی داره. اینجا اگر شما بلد بودین میتونستیم با تاییدی های کندلی که تو جلسات قبل یاد گرفتین و استراتژی هایی که در آینده یاد میگیریم میتونستیم این معامله رو بگیریم. یه آره 1-3 راحت میتونستیم بگیریم. خب بریم دوباره پیارزت بکشیم با هم. اول چند تا میکشم تا شما چشمتون قشنگ عادت کنه. ببینید زمانی که یک محدوده حمایتی میبینم، نوک شادوشو میگیرم تا نوک بادی، تا لب بادی و محدوده ساپورت همو میکشم. اوکی، خب دوباره اینجا یه مقاومت دارم. دوباره اینجا یه مقاومت دارم. خب اینجا من لازمه که این نکته به شما بگم. اگر شما بچه ها این کندلی که به عنوان مقاومت میخواستین بکشین شادوش بیش از حد کوچیک بود، مثل اینو میتونم بیارم بذارم روی اوپن کندلم. اوکی، یعنی کاملا کندل رو بپوشونه. حتی میتونم بیارم تا نوک این شادو هم میتونم بیارمش. همه اینا هست، ولی تا نوک بادی یا کلوز بادی کافیه. میگم اگر کندلی شادوش کوچیک بود این کار رو میکنم. اوکی، یعنی من اگر قرار اینو بگیرم، اینا رو باید تمرین کنیم ببینیم واکنش قیمت ها به چه صورته. اوکی، یه تایمی هست شما میبینین که این شادو تا اینجا نرسیده، میاد اینو میزنه برمیگرده، بعد شما خودتون میپرسین از کجا برگشته. اینو اگر پیارزدتون رو درست رسم کنین دقیقاً میتونین ریورسال قیمت رو ببینین. حالا من اینجا این شادو کافیه. اوکی، میگم چند بار برین همچین چیزی رو ببینین دیگه خودتون با تمرین میتونین متوجه شین که پیارزد و کل کندل بگیرین یا تا نوک بادی بگیرین یا تا کلوز کندل بگیرین. یه رزیستنس دوباره اینجا داشتم، میام پایین. بچه ببینین اینجا یه حمایت دارم. اینجا اگر من حمایت رو اینجا دارم مشهود میبینم، درسته؟ من اینجا دارم حمایت رو مشهود میبینم. اما اگر خودم بخوام یک محدوده حمایتی رسم کنم، از این نوک رسم میکنم تا این نوک.
کاملا متوجه منظور قبلیم شدیم. اوکی، دوباره اینجا یه دونه دارم میام از پایین ترین جا. بچه ها حواستون باشه برای ساپورت از پایین ترین جا تا نوک، ببین نه زیاد بزرگه ساپورت هم نه زیاد کوچیکه. یعنی من اگر اینو بخوام بندازم روی کلوز این کانال خیلی بزرگ میشه، پس بنابراین این برا من کافیه و منطقیه. میام دوباره میخوام مقاومت بکشم اینجا که قیمت اومده بالا، از بالاترین جا میگیرم تا بادی. بچه ببینید ما ارزش حمایت و مقاومت هامون رو چجوری تعیین کنیم. اگر ساپورت من فرش باشه، یعنی که برخورد بهش کم تازه باشه، اگر برخورد بهش کم باشه یا تا حالا برخوردی بهش انجام نداده قیمت، من ارزش اون حمایت و مقاومت رو خیلی بالا میبینم. اوکی، اما نه، اگر حمایت مقاومتی چند بار بهش برخورد کرده، من ارزش اون حمایت و مقاومت رو پایین میبینم، یعنی احتمال ریورس رو خیلی کمتر میبینم ازش. اوکی، یعنی چی؟ بریم با شکل مثالش رو بهتون بگم. ببینید اگر ما اینجا از ناحیه رزیستنسمون اومدیم پایین، برگشتیم بهش، دارم مثال میزنم، برگشتیم پایین، دوباره برگشتیم بهش، برگشتیم پایین، دوباره برگشتیم بهش. میبینی 4 تا برخورد، 5 تا برخورد. من این دیگه 5 تا احتمال خیلی بالا میگم که این میخواد بشکنه این ناحیه رو و پول بک بزنه و برگرده بالا. اوکی، زمانی که یک ناحیه شکسته میشه، قیمت خلاف آن چیزی که حرکت میکرده حرکت میکنه. یعنی اگر ساپورت بوده میخوره بهش میریزه، دیگه میخوره وقتی بشکنه به سمت بالا حرکت میکنه. اوکی، خلاف آن چیزی که بوده. پس ما گفتیم این برخورده وقتی زیاد باشه ما ارزش حمایت مقاومت رو کم میدونیم. اما اگر نه فرش باشه مثل این، ببینید قیمت رفته بالا و هنوزم بهش برخورد نکرده، این ناحیه برای من فرشه، من میتونم وقتی که قیمت نزدیک این ناحیه شد معامله کنم، بدونم که آقا این میخواد ریورس کنه. اینا رو باید برین تمرین کنین، انقدر بکشین تا چشتون عادت کنه، انقدر تمرین کنین زمانی که یک ناحیه رو میبینین سریع متوجه بشین که این یک ناحیه حمایتیه. اوکی، الان میام عقب، میرسم اینجا. بچه ببینید 1 برخورد، 2 برخورد، 3 برخورد و اینجا حالا میگم الان این به کجا برخورد کرده حمایت شده رفته بالا. من تا نوک این شادو گرفتم. اوکی، این کندل. حالا اگر اینو بیام کل کندل ببینم میبینید که با شادو زده بهش رفته بالا. پس این 2 3 4 تا برخورد داشته و رفته بالا، برخورد پنجم اومده شکسته. اوکی، بچه چجوری میشکنه؟ ببینید وقتی که این میاد پایین از اینجا، زمانی که قیمت میشکنه میاد پایین، یه پول بک بهش میزنه و میریزه. بچه پول بک چیه؟ پول بک زمانی که یه حجمی وارد میشه و برمیگرده. اوکی، یعنی اصلاح میده. یعنی اگر قیمت داره میره بالا و شما یک پایین زدن قیمت رو مشاهده میکنین، این یعنی این که سیو سود انجام دادن معامله گرا، یعنی اونایی که خریدار بودن قیمت رو خریده بودن و معاملهشون تو سوده، زمانی که میشکنه
میبینن خب حمایت شده یا مقاومت شده، اون سد شکسته، یه سیو سود انجام میدن و دوباره به معامله میپردازن. اوکی، به این سیو سوده ما میگیم پول بک. زمانی که اصلاح میده اینجا بهش میگیم پول بک زده. وقتی پول بک میزنه میریزه. اوکی، پس این شد شکست یک ناحیه همراه با پول بک. خب دوباره میایم، پس گفتیم پیارزت ها یا ساپورت رزیستنس ها زمانی برای ما ارزش دارن که فرش تر باشن. هرچی فرش تر باشن ارزش بیشتری دارن، یعنی که برخورد بهشون خیلی کم باشه. اوکی، خب میریم جلوتر. بچه ما یه ناحیه هایی داریم به اسم پیوت. اوکی، اسم پیوت. اول چند تا دیگه از این پیارزت ها رو براتون بگم که گفتیم ارزشش زمانی میره بالا که برخورد بهش کم باشه. دومین مطلب اینه که زمانی که میرسه بهش برگشت سریع میده. اوکی، یعنی وقتی میخوره تق میخوره تو سر قیمت میریزه. این میشه دومین نشونش. و اینکه نشونه های کندلی خیلی مهمه. اگر من اینجا دوجی میبینم نشونه برگشت رونده، اگر من اینگالف میبینم نشونه برگشت رونده، اگر چکش برعکس میبینم نشونه برگشت، پس این شد سومی. اولی شد برخورد کم به اون ساپورت یا رزیستنس، دومی شد برگشت سریع، سومی شد نشونه های کندلی. و حالا میخوام بهتون پیوت رو بگم که ما پیوت رو به عنوان هدف میذاریم. بچه ها پیوت چیه؟ ببینید ما هر کاری که میخوایم بکنیم از بک چارت میکنیم، یعنی ما دیتا هایی که برای تحلیل کردن چارت میگیریم از قبل چارت هست. ما نمیتونیم جلو بریم چارت رو تحلیل کنیم، چون من اینجا دیتایی ندارم که بخوام چارت رو تحلیل کنم. من از این عقب محدوده های حمایتی و مقاومتی رو میکشم. زمانی که بهش میرسه با نشونه های کندلی، با استراتژی درست میتونم به معامله بپردازم که بگم آقا این میخواد ریورس کنه، یا اگر شکسته پول بک زده من بازم با استراتژی، حالا البروکسی هست، آی سی تی هست، من میتونم اینو معامله کنم. اوکی، خب میام حالا من پیوت رو چجوری میذارم؟ زمانی که الان فرض کنیم که خوردیم به یک ساپورتی، من گفتم روی این محدوده من به شما یه استراتژی در آینده یاد میدم که شما بتونید اینجا معامله کنید. ما فرض میکنیم که اینجا یک معامله باز کردیم، اینجا یه لانگ پوزیشن میندازم. اوکی بچه ها، این استاپ تیپیه، یعنی تارگت قیمت سبزه و خط وسط نقطه ورود هست. شما هر چی که این اندازه این سبزه به این قرمزه، یعنی اندازه حد سودتون به حد ضررتون هر چقدر باشه، اینجا توی ریسک به ریوارد شما براتون مینویسه. یعنی الان این تقریبا 1 به 1 میبینیم مساویه با هم، پس اینجا 1 نوشته، 1.16. حالا من اگر بیام اینو بذارم رو 3، یعنی که من اگر 1 استاپ میخورم 3 برابرش سود میکنم. اوکی، یعنی من اگر 1 برابر استاپم هستش 3 برابرش حد سودمه. اوکی، یعنی اگر من استاپم بخوره $10 مثلا اگر ضرر کنم، وقتی تارگتم بخوره کاملا درسته $30 سود میکنم. و استراتژی که قراره تو جلسه آینده بهتون یاد بدم با ریسک به ریوارد 3 هستش. خیلی از معامله‌گرا ریسک به ریوارد 1 به 1 1 به 2 میگیرن، بعد فکر میکنن که خیلی کارشون درسته و خیلی مدیریت سرمایه متوجه میشن، ولی در صورتی که اصلا اینطوری نیست. چون شما یه دونه ریسک به ریوارد 2 اگر تارگت بخوری و بعدش 2 تا استاپ بخوری، صرفا همه چی از دست دادی.
هر چی سود کرده بودی از دست دادی، یا 2 تا بخوری یه دونه بگیری تازه صاف میشی. اوکی، پس حداقل 1/3 رو شما باید بگیرین. و حالا میخوایم اینجا پیوت در نظر بگیریم. بچه‌ها پیوت رو یه چیز بگم، ما ساپورت و رزیستنس ها رو توی تایم بالا میکشیم، یعنی 1 ساعته و 4 ساعته. زیر این تایم شما ساپورت رزیستنس میکشین اشتباهه. حمایت و مقاومت زمانی برای ما وجاهت داره که تایم بالا باشه. اوکی، یعنی شما داری توی مدت زمان زیادی میبینی که کجا خریدار بوده، کجا بانک ها خرید زدن، کجا بانک ها فروختن. اوکی، اگر من این کار رو توی تایم فریم مثلا 5 دقیقه انجام بدم، خیلی کار بیهوده ایه، اصلا از اشتباهات محضه. پس من 4 ساعتی و 1 ساعت ساپورت رزیستنس رو میکشم. حالا اگر من اینجا معامله‌مو گرفتم، میخوام اینجا پیوت بذارم. پیوت رو بچه‌ها توی تایم فریم 15 دقیقه و 5 دقیقه میتونم بذارم. اوکی، یعنی من الان ساپورت رو دیدم، حالا استراتژیم تو هر تایم فریمی که بوده مثلا 5 دقیقه بوده، من توی 5 دقیقه میام نشونه کندلی میبینم، استراتژی بلدم، استراتژیمو اجرا میکنم. هر کاری که انجام میدم میخوام برای حد سودم، برای هدفم، پیوتامو در نظر داشته باشم، ببینم قیمت تا کجا میتونه بره. ما پیوتا رو چجوری میتونیم شناسایی کنیم؟ من یه بار دیگه می‌دونم از خدمت شما عرض کنم گره های قیمتی ما میتونیم پیوتا رو مشخص کنیم. یعنی چی گره های قیمتی؟ یعنی این که ببینید شما زمانی که یک کندل مشکی در دل چند کندل سعودی میبینید، اوکی، یا یک کندل نزولی در دل چند تا کندل سعودی میبینید، اون میشه یه پیوت. اوکی، این میشه و یک پیوت برای من. رنگش هم عوض میکنم. این میشه یه پیوت، این میشه هدف اول قیمتی من. میبینید از جایی که من مثلا اینجا معامله رو باز کردم، همینو میام بالا، اولین جایی که این گره قیمتی رو میبینم، این یا این، میدونم که اینجا پیوته. میرم جلوتر، ببینید دوباره اینجا یه سفیده لای 2 تا مشکی، دوباره این بچه ها پیوته. اوکی، میام دوباره عقب، اینجا دیگه اینجا کاری ندارم چون این بالا من پیوتم گذاشتم. الان اینجاها اگر بخوام دنبال پیوت بگردم کدوم میشه دقیقا، میتونم این نوکم یه دونه تارگت بذارم. ببینید قیمت بچه پیوت ها هم به قیمت میتونن یه واکنش ریزی نشون بدن. الان شما اینو ببینید چجوری برخورد کرده. اوکی، و من اگر میخواستم به شما اون استراتژی که قرار یاد بدم و یاد داده بودم، شما اینجا مثلا یه ورود میکردین، حالا با علمان هایی که یاد میگیرین و دیسپلی وارد 3 میذاشین و تا همین پیوت میتونستین یه معامله خوب بگیرین. اوکی، خب پس پیوت ها هم که گفتیم با گره های قیمتی مشخص میکنیم. شکست ناحیه رو گفتیم، زمانی که قیمت به یک ناحیه میرسه، اگر من بخوام نشونه ای از برگشت بگیرم چیکار میکنم؟ میام تایم فریم 1 دقیقه یا 5 دقیقه، اینجا که رسیدیم به ساپورتمون و اینجا فیک بریک رو زدیم. اوکی، ما حالا چیزایی که بهتون یاد میدم شما متوجه میشین که
اصلا فیک بریک رو چجوری باید تشخیص بدیم. اوکی که بدونی آقا اینجا الکی معامله سل باز نکنیم، منتظر برگشت. ببینید اینگار چشتون بیاد، اینگار 3 سرباز سفید، همونایی که تمرین کردیم. این دوجی نشونه برگشت قیمته. اوکی پس این شد یه تاییدیه، این شد 2 تا تاییدیه. این گالفه، این 3 تا سرباز شد 3 تا تاییدیه. دوباره منتظر میشم. این کندل که جزو اونایی که ما گفتیم نبوده، کندلی که ما میخوایم دوباره اینجا گال شد 4 تا تاییدیه. اوکی و حالا من با 5 تا تاییدیه کارم راه میفته بچه‌ها. اوکی یعنی اگر من 5 تا تاییدیه بگیرم میتونم خیال راحت به معامله ورود کنم. درسته نه اینکه من فقط صرفا بیام یه ناحیه مقاومتی بکشم بعد وقتی قیمت رسید بهش بیام 5 تا تاییدیه بگیرم ورود کنم. نه، شما باید استراتژی داشته باشین، استراتژیایی که ما بعداً براتون آموزششو میذاریم. صرفا تا همینجا بدونید که کارمون به چه صورته، تحلیل بازار به چه صورته. به این سادگی ها نیست، اینا رو باید تمرین کنیم تا بتونین قدم‌های پیشرفته تر رو خیلی راحت تر برداریم. اوکی پس نکاتی که باید یادداشت می‌کردیم، توی 4 ساعته 1 ساعته ساپورت رزیستنس میکشم، میرم وقتی قیمت برخورد میکنه بهش تو تایم فریم 1 دقیقه 5 دقیقه تاییدیه هامو میگیرم، حداقل 5 تاییدیه باید بگیرم. بعد ببینم برای قیمت چه اتفاقی افتاده. اینا رو باید با خودتون بشین نگاه کنین تا ملکه ذهنتون بشه. و اینکه جلسه بعدی هم حمایت مقاومت داینامیک و موج‌ها رو یاد بگیریم که اونجا تو جلسه بعدی استراتژی به صرفه و خوبم یادتون میدم که بتونیم باهاش معامله کنیم. و اینکه خیلی خوشحال شدم که همراه ما بودید. ممنون ازتون. تمرین کنین، هزاران بار تمرین کنین. الان دیگه وقتشه که ترید اصولی یاد بگیرین. یعنی اگر دیر به جنبین ممکنه که خیلی همین الانش هم دیر شده باشه. و متشکرم تا اینجا همراه ما بودین. خیلی خیلی ممنون ازتون. سابسکرایب کنین و به دوستاتون معرفی کنین، شیر کنین. کانالو توی کانال تلگرام هم حتما حضور داشته باشین. روز خوبی، روز شب خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.